این هفته خبر تو خبر داره براتون. از کشیده شدن صندلی توسط شیخ فری از زیر پای عظما که اگه یادتون باشه 1 ماه پیش شروع مذاکرات رو به خودش نسبت میداد و میگفت همه چی با من شروع شد. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. اونها درخواست کردند، واسطه‌ای قرار دادند. یکی از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد. حالا که شیخ فری جام زهر رو به سید علی خورونده، میخواد همین رو هم از جیبش در بیاره و به نام خودش بکنه. اولین مذاکره وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه 5 به اضافه 1 در نیویورک متحقق شد و این کلیدی بود که زده شد برای حرکت پرشتاب در زمینه مذاکره. بله، به این میگن شاخ به شاخ شدن رئیس جمهور با ولی فقیه تو استبل ولایت. در هر حال همونطور که شیخ فری گفت حرکت پرشتاب کلید زده شد و شیخ فری هم از هول حلیم افتاد تو دیگ زهرخوری. بعدم اونقدر از بوی معاملات نفتی مست شد که دلش لک زد برای سفر هیئت‌های خارجی. من به وزیر امور خارجه فرانسه که به تهران آمده بود گفتم ما بعد از تحریم با هر کشوری که حاضر باشه به این کشور سرمایه بیاره بهش خوش آمد میگیم. بعضیا فکر میکنن که ما رفت و آمد با خارجی ها رو خیلی مثلا دوست داریم، به قول عامه مردم دلمون لک زده. البته این ذوق زدگی ها حالا دیگه تبدیل به له زدن شده و شترهای جام زهری از حالا خواب پنبه دونه خوردن تو نیویورک رو میبینن. ذوق زدگی از یه پیشگویی انگلیسی. گاردین با این عنوان که این اولین حضور مشترک ایران و آمریکا بعد از جمع‌بندی وین است، از احتمال دیدار دو جانبه این دو کشور خبر می‌دهد. خط خبری که بلافاصله تیتر برخی رسانه‌ها در داخل می‌شود. ذوق زدگی برخی جریان‌ها از سخنرانی آقای روحانی و اوباما به فاصله 1 ساعت از هم بهانه مناسبی بود برای طرح سوالاتی چالشی در فضای رسانه‌ای. حالا برای اینکه یه وقت دلواپسای نظام رم نکنن و به نشتی نیفتن، این عمو جغد شاخدار نظام به صحنه اومد تا با یه خاطرگویی آبدوخیاری اقتدار خط خطی نظام رو به رخ بکشه و به بسیجی‌ها دلخوشی بده که ما تو مذاکرات اقتدار داشتیم. در یک مقطعی در مذاکرات جان کری عصبانی میشه و دستش محکم میزنه رو میز، خودکار کمونه میکنه میره طرف آقای دکتر الاغچی، ایشون هم برمیداره پرت میکنه طرف جان کری. همه متعجب از اینکه حالا وزیر خارجه آمریکا معاون وزیر خارجه ما به طرفش خودکار پرت کرده و اون ناگزیر میشه بعد از این ماجرا بیاد رسما از ایشون عذرخواهی کنه که من متعمد نبودم، دستم خورد و این خودکار کمونه کرد اومد طرف شما. پاتک خیلی خوبی بود. ظاهراً تو این مذاکرات قرار بر این بوده که پشت درهای بسته به هم خودکار پرت کنن و جلوی دوربین‌ها هم به هم بخندن، چون طرف حسابای غربی هم در این مورد خاطره دارن. You know, you wouldn't expect an Iranian and an Italian negotiating in a cold way. That is, I would say, part of our culture. And it is quite normal that after 22 months of this process, and in the very last days, hours, hopefully of this process, the tension sometimes get heated, yes. So sometimes we have heated exchanges. اما وقتی همین خانم موگیرینی یه نوک پا رفت تهران، نه تنها اثری از این دعواها نبود، بلکه ایشون تمام تلاشش رو به کار بست
تا با رعایت قاعده هم روسری و هم توسری برای ظریف دردسر درست نکنه و هر جوری هست التزامش رو به قوانین آخوندها نشون بده. به اینجا و از طرف 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با قدرت صحبت میکنم و مهم و ماهوی انجام بدیم در زمینه اجرای توافق. یک ارزش افزوده وجود خواهد داشت در این پروسه‌ای که ما میخوایم آغاز بکنیم. کار میکنم به خاطر رهبری شما برای گفتم که این توافق هسته‌ای پایان راه و کار ما نیست، بلکه آغاز راه است. توی این اوضاع و احوال یه عده نونخورم پیدا شدن که تلاش میکنن با آویزون شدن از حواشی مذاکرات و با چاپلوسی برای تیم مذاکره یه پولی از دوران پسا تحریم به جیب بزنن. جواد زیاد پیدا میشه تو دنیا، جواد زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما یکیش محمد جواد مثل تو پیدا نمیشه دلبری. حیف با اشمید شب و روز میپری، من نمیگم تموم عالم میگن از همه دکترا تو دکترتری. هم شادی و هم سکوت و هم ذوق کردیم در کشور اتریش که پاتوق کردیم تا اینکه دهان دشمنان بسته شود با گرگ جانخوار توافق کردیم. این هم یه خاطره زیرخاکی از خمینی و پیشگویاش به منظور باورپذیر کردن حرفای امام در ذهن بسیجی‌ها. این خاطره برخلاف خاطرات رفسنجانی خیلی هم موثقه. حالا شاهدش کیه؟ گورباچوف. سفیر اسبق ایران در روسیه چند روز قبل به من میگفت، دکتر سفری گفت من آقای ساجدی خبرنگار واحد مرکزی خبری که ایشون خودشم به من گفته بود ساجدی، گفت من بردمش پیش گورباچوف. در مقابل من ساجدی از این سوال کرد گورباچوف آیا تو هم تو اون نامه قبل از سقوط شوروی و فروپاشی شوروی و سقوط کمونیست آیا تو هم صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیست و مارکسیست رو میشنویدی؟ چون امام فرمود من میشنوم. ایشون میگفت که آیه سفری گفت که گورباچوف به همین صراحت رو کرد به من و آقای ساجدی، گفت نه من یه 10 سال بعد شنیدم. راستی میدانید امام شما در بعد زمان نمی گنجید، فراتر از زمان بود، آینده رو به خوبی میدید و پیش بینی میکرد. امامو باید باور کنیم. هر آنچه پیش بینی کرده بود به منصه ظهور رسیده. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. راستی اگه امام گور به گوری اینقدر پیشگویی بلد بود چرا آخر عاقبت جنگ خودش رو پیشگویی نکرد و کارش به زهرخوری کشید؟ این سوالیه که باید با یه تک زنگ به جهنم ازش پرسید. البته فقط با تلفن همراه، چون موبایل هم جزو وسایل شیطان شده. شیطانی داریم به نام شیطان قرین، شیطان همراه. تلفن‌های همراه ما رفقا برای اکثریت ما شده شیطان قرین، شیطان همراه که غفلت زدایی از یاد خدا در دستور کارشه. بعضی از عزیزان که دیگه در رخت خواب هم خواب آرام ندارن بدون اینکه مثلا این تلفن همراه رو با خودشون به رخت خواب برده باشن. اگه این تلفن همراهشون نباشه به ظاهر ناآرامند، آرامش نداره، اما نمیدونه همین شیطان قرین که باعث غفلت از یاد خداست عامل اصلی ناآرامی ها و بیقراری های روح ماست. شیطان قرین. اگه این حاجی نوکیا فقط به موبایل پیله کرده، این یکی پا رو از این هم جلوتر گذاشته و میگه همه مردم به غیر از آخوندا و بسیجیا نمایندگان شیطانن. اونی که مورد طمع شیطان و نفس اماره است من و توییم. بچه هیئتیه به غیر گریه کن که شیطون کاری نداره. تو بازار شیطون داره راه میره. به غیر مسجدی که شیطون کاری نداره. غیر مسجدی که به این معنا که کاری به خدا و دین و نماز و اینا نداره که شیطون که به اونا کاری نداره. اونا همه نمایندگان شیطانن. به ما کار داره. یه وقت کسی سوء تفاهم واسش نشه که این چرا حالا 4 تا بچه نمازخون هیئتی هم که اصلا شما اومدید به اینا گیر میدید.
میخوام بگم شیطان سراغ ماها میاد. اینم یکی از شاگردای شیطان که خودشو لو میده. اول با جوونا از در رفاقت وارد میشه، اما بعد نارو میزنه. یه جوونی موهای ویژه‌ای داشت، اومد جلو به من گفت حاج آقای ماندگاری، بعضی بچه‌ها به من میگن قیافه تو تاجون فرهنگی، میزنن تو ذوق ما. منم گفتم که شکر خورده هر کی گفته، تو خوشتیپی خدام خوشتیپا رو دوست داره. دست این جوون رو گرفتم، آقا پسری بود، گفتم بیا چند قدم با هم راه بریم. خوشتیپی بر دو نوعه. یه خوشتیپی تو رو تو اردوگاه دوستان امام زمان قرار میده، یه خوشتیپی تو رو تو اردوگاه دشمنان حضرت قرار میده. این تیپی که تو زدی شبیه اون وریاست. اینم کوچولویی که باعث شده که باباشو اینجوری زابرا کنه. و حالا یه دزدی عجیب و غریب که فقط تو حاکمیت آخوندا امکان پذیره. دزدی مجسمه به این گندگی، اونم تو خیابونایی که پر از دوربین مداربسته و نیروی انتظامی و باقی دزدای حکومتیه. مجسمه برنزی پست پر کشید. بعد از پرپر شدن چندمین مجسمه برنزی در تهران، رئیس زیباسازی یه خبر داد صرفاً در جهت کم شدن عذاب وجدان آقا دزده. ما به محض اینکه این اتفاق افتاد این سفارش رو به هنرمند دادیم و انشالله در کوتاه‌ترین زمانی این ساخته میشه و محل همون این مجسمه نصب میشه. خیلی هم عالی. میگم دوباره یه وقت ندزدن این تفلکیو. توی این برنامه هم یه مهماندار هواپیما رو دعوت کردن تا مثلا بگن خیلی ولایت مداره، اما خودش لو داد که هرچی میگه رو حفظ کرده و در واقع داره نواری که توش گذاشتن رو پلی میکنه. با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری در خدمت شما عزیزان هستیم. خب این همه حفظن دیگه مهماندارا این قسمت دیگه بعد از یه مدت خوندن ناچارن که حفظ باشن. در پایان توجه شما رو به قسمت کوتاهی از یک کشتی محلی جلب میکنید. لطفاً این کشتی رو تا پایان دنبال کنید و ببینید داور دست کدوم یکی از این دو حریف رو بالا میبره. اگه حمله